یه سوال دارم مجید. من یه سوال بکنم اصلا. اول من سوالم بکنم. بله. شنیدی که روباد مانند دیدن؟ بله. و تو میگی که این 2 تا سواله. بروزش اینه که شنیدن کی روباد مانند دیدن. یه سوال داره. اصلا چند سال کلاس بیان رفتی؟ یه بگو اینو بگم بعد اونو بگو بعد کارگرمون داره میگه رم عوض کنی. مجید جان یه سوال دارم. شنیدی که روباد مانند شنیدی که مجید جان یه سوال مجید جان یه سوال دارم. شنیدی که روباد مانند دیدن؟ ای بابا چرا زبونم نمیچرخه؟ یه بار دیگه مجید جان یه سوال دارم. شنیدی که روباد مانند دیدن؟ یه بار دیگه مجید زهر مار اینجوری میخندی حواس منم فرق میکنه. مجید جان یه دقیقه دورخیز کن، یه لحظه دورخیز تمرکز بخوام لا که مغز از بس رفتم چرت و پرت گفتم فکر می‌کنم واقعا باورم شده منگولم. زهر ما بریم مجید جان. آقا جدی باشید لطفا. آقا بریم. مجید جان یه سوال دارم. بفرمایید. شنیدی که روباد مانند دیدن؟ و شنیدی که روباد مانند میان تو صورت تو. من الان در شرایط استعداد نیستم، بیشتر کم خوابیدم. اشک چشم اومده. آقا بریم یه بار دیگه بریم. مجید جان یه سوال دارم. آقا مجید جانم نیست بابا، مجید جانم دیر تایید کرد. کننده این برنامه کی بوده که اینو گذاشته موضوع؟ خدا شاهد اینو پیش من کل پول این پروسه رو میدادم که این موضوع نشه، مهران رجبی یه موضوع بشه. بریم آقا بریم جدی. مجید جان یه سوال دارم. بله. شنیدی که روباد مانند دیدن؟ شنیدی که روباد مانند کتک میخواد تو؟ بابا بگو دیگه. نه یه دقیقه صبر کن. آخه ابا مجید جانم خراب میگی. بریم. شنیدی که روباد مانند دیدن؟ این خودش تو چی گفتی؟ کار داریم ما. برو آقا. 2 ساعت یعنی موندیم روی سال.